محفل عروسی عجیب و باور نکردنی. غزال نایت، هنرمند محبوب افغان در کشور کانادا، وی باری دیگر با کی ازدواج کرده است. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی غزال نایت که هرگز باور نخواهید کرد این دختر خانم در کجا زندگی می کند و همسر دوم غزال نایت کیست. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت، هنرمند جوان با استعداد و موفقی افغان، یکی از هنرمندان محبوب و سرشناس در میان هنرمندان افغانستان بوده است. علاقمندان و طرفداران خاص خودش را داشته است. غزال نایت کارهای هنر موسیقیش را به طور جهانی از سن نوجوانی با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا آغاز کرد. این دختر خانم جوان و با استعداد افغان یک مدت طولانی کاملا هنر موسیقیش پنهانی بود، اما بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد در آن کشور هنر موسیقیش را آشکارا ساخت و ویدیو کلیپ های آهنگهایش را به نشر سپرد. غزال نایت با رجارش یک بار ازدواج کرده بود، اما بعد از آن که غزال نایت به کشور کانادا سفر کرد وی از هنر موسیقی کاملا به دور شد. کارهای هنری غزال نایت بارها مورد انتقاد دوستداران و طرفدارانش قرار می گرفت. این دختر خانم با استعداد و مطرح افغان جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی نشر می شود که باری دیگر در کشور کانادا ازدواج کرده است. تا کنون معلوم نیست دلیل ازدواج دوم غزال نایت چی بوده است و با کی ازدواج کرده است، اما نشر تصاویر از محفل عروسی‌اش بار انتقادات را در صفحات مجازی به همراه داشت. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای غزال نایت با جمعی از هنرمندان کشور از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.